سلام دوستای عزیزم، به کانال من خوش اومدید. امروز قراره یه اسنک سیب زمینی ترد و خوشمزه درست کنیم که هم در کمترین زمان آماده میشه. اگه هم دنبال یه دستور پخت سریع و خوشمزه میگردی، حتما این ویدیو رو تا آخر تماشا کن. برای درست کردن این اسنک لذیذ نیاز داریم به چند تا ماده ساده که احتمالا همه‌شو تو خونه داریم. سیب زمینی 600 گرم، ژامبون گوشت 2 تا برش، آرد گندم 200 گرم، تخم مرغ 2 عدد، پیازچه 3 تا، نمک و پاپریکا و روغن به میزان لازم، آب نصف لیوان. اول 600 گرم سیب زمینی رو کاملا رنده درشت میکنیم. بعد سیب زمینی هایی که رنده کردیم و داخل یه ظرفی میریزیم. حالا 3 تا پیازچه ای که داشتیم و ریز خورد میکنیم. حسابی که پیازچه ها رو خورد کردیم حالا پیازچه هامون هم به سیب زمینی رنده شدهمون اضافه میکنیم. حالا 2 ورق کالباسی که داشتیم هم ریز خورد میکنیم. دیگه اندازه مواد بستگی به خودتون داره، حالا کم یا زیادش یا ریز خورد کردنش درشت خورد کردنش بستگی به خودتون داره. توی این غذا اندازه سایزیشون همینقدر باشه خیلی خوشمزه و تردتر میشه. حالا ژامبون گوشتمون رو به مواد سیب زمینی و پیازچمون اضافه میکنیم. حالا 2 تا تخم مرغی داشتیم میشکنیم بهشون اضافه میکنیم. حتی اگر میخواید اسنک سالمتری هم درست کنید میتونید به جای ژامبون گوشت از مرغ هم استفاده کنید، اونم خیلی خوشمزه میشه. حالا حسابی مواد رو هم میزنیم تا مواد یک دستی به دست بیاریم. اگر شما هم از این طرز تهیه خوشتون اومده حتما کامنت بذارید، بگید چطور شده، به نظرتون اسنک رو با چه سوسی میشه بیشتر خوشمزهش کرد. حالا نصف لیوان آب رو بهشون اضافه میکنیم. بازم هم میزنیم تا آب با مواد کاملا مخلوط بشه. $200 گرم آرد رو کم کم بهش اضافه میکنیم. حسابی هم میزنیم تا یه مخلوط یک دستی به دست بیاریم. اگه میخواید اسنکتون بیشتر ترد بشه میتونید حتی از آرد ذرت هم استفاده کنید. موادمون کاملا با هم مخلوط شدن و یک دست شدن. حالا یه قاشق چایخوری نمک، یه قاشق چایخوری هم پاپریکا برای مزهش اضافه میکنیم و باز هم میزنیم تا کاملا مخلوطمون آماده بشه. حسابی که موادمون آماده شد حالا داخل یه مایتابه یه مقدار روغن میریزیم. روغنمون باید یک مقدار بیشتر باشه. حالا از موادمون کم کم با یه قاشق برمی‌داریم داخل روغن میذاریم. همینجوری این کار رو تکرار میکنیم تا کل موادمون تموم بشه.
حالا اسنکمون وقتی یه طرفش کاملا سرخ شد برمیگردونیم تا طرف دیگه اسنکمون هم کاملا سرخ بشه. این اسنک واقعا برای مهمونی ها حتی میان وعده روزانه عالیه. حتما امتحانش کنید. مطمئن باشید که میخواید بیشتر درست کنید. بعد از اینکه اون طرفش هم سرخ شد حالا از داخل روغن جمع میکنیم. داخل یه ظرفی که کاغذ روغنی یا دستمال کاغذی من انداختم میذارم که روغنش کاملا گرفته بشه. برای خوش‌طعم‌تر و خوشمزه تر شدن این اسنک خوشمزه حتما یه سس دلپذیری کنارش درست میکنیم. 4 تا قاشق ماست، یه قاشق سس فیلا اضافه میکنیم و کاملا هم میزنیم که این سس خوشمزه کنار این اسنک ترد و خوشمزه واقعا بی‌نظیر میشه. حالا همه این اسنک ترد و خوشمزه ما آماده شده. کنار این سس واقعا بی‌نظیره. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. این اسنک سیب زمینی ترد و خوشمزه خیلی هم سریع آماده میشه. میتونه یه گزینه عالی برای تغذیه سالم باشه. اگه دوست دارید بیشتر اینجور ویدیوها رو ببینید حتما کانالمو سابسکرایب کن. زنگوله کناری هم یادت نره حتما بزن تا هیچ ویدیویی رو از دست ندی. میبینید چقدر این اسنک ما ترد و خوشمزه شده. از صداش واقعا معلومه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.